در ابتدای تئوری موسیقی ما باید نوت‌های موسیقی رو بشناسیم. نوت‌های موسیقی عبارتند از 7 نوت: دو، ره، می، فا، سل، لا و سی. این نوت‌ها توی کشورهای ایران، فرانسه، ایتالیا، بلژیک و اسپانیا به همین صورتی که ما میخونیم خونده میشه و نوشته میشه، یعنی همین دو ره می فا صل لا سی. اما توی کشورهای آلمانی زبان و انگلیسی زبان به جای لا میگن ای و بقیه نوت‌ها به ترتیب حروف الفباشونه، یعنی سی میشه بی، دو سی، ره دی، می ای، فا اف و سل جی. نوت‌های موسیقی توی یک دایره قرار دارن، یعنی همیشه پشت سر همدیگه تکرار میشن. ما باید هم نوت‌ها رو در حالت ساعتگرد بشناسیم و هم در حالت پاد ساعتگرد حفظ باشیم. بین نوت‌های موسیقی یک فاصله مشخصی وجود داره. فاصله های یک پرده‌ای و نیم پرده‌ای. بین دو تا ره یک پرده وجود داره، بین ره تا می یک پرده، می تا فا نیم پرده، فا تا سل یک پرده، سل تا لا یک پرده، لا تا سی یک پرده و سی تا دو هم نیم پرده. همون جوری که توی چرخه نوت ها میبینید بین نوت هایی که یک پرده با هم فاصله دارن یک جای خالی وجود داره که با یک نوت جدیدی میتونه پر بشه. ما توی موسیقی 3 تا علامت مهم داریم. اولین علامت بکاره، یعنی همین حالت طبیعی نوت ها، یعنی همین نوت های دو ره می فا صل لا سی، اینا در حالت طبیعیشون هستن، یعنی حالت بکار. دومین علامتمون علامت دیز هستش. علامت دیز یعنی نوت رو نیم پرده میبره جلوتر. مثلا اگه بخوایم دو دیز اجرا کنیم یعنی دو رو باید نیم پرده ببریم جلوتر. ما میدونیم بین دو تا ره یک پرده فاصله است و اون حفره بین دو تا ره میشه نیم پرده‌ای که میتونیم دو رو به عنوان دو دیز اجرا کنیم. علامت بعدی اسمش بمول هست. بمول یعنی نیم پرده نوت رو بیاریم عقب‌تر. مثلا ما میدونیم بین می تا ره یک پرده فاصله است، پس می رو اگه بخوایم بمول اجرا کنیم میاد نیم پرده عقب‌تر و تو حفره خالی قرار میگیره. توی این تصویر براتون حفره های خالی رو میخوام با دیز ها و بمول ها پر کنم. مثلا میبینید که اگه دو دیز شده اومده نیم پرده جلوتر، اگه ره بمول شده اومده نیم پرده عقب‌تر و تمام نوت ها اگه دیز بشن و یا بمول بشن بر اساس تعریفی که کردیم نیم پرده جابجا میشن. مثلا سل دیز اینجا قرار میگیره و اگه لا بمول بشه اینجا قرار میگیره. لا دیز و سی بمول. حالا سوال اینجاست، اگه سی رو بخوایم دیز اجرا کنیم باید نیم پرده ببریم جلوتر، یعنی روی نوت دو قرار میگیره. بله، نوت دو میتونه گاهی سی دیز خونده بشه و همینطور اگه دو رو بخوایم بمول اجرا کنیم روی نوت سی قرار میگیره، یعنی صدای نوت سی میده اما جایی امکان داره ما دو بمول صداش کنیم. همینطور فا رو اگه بمول کنیم روی می قرار میگیره و همینطور می رو اگه دیز کنیم روی فا قرار میگیره. صداهاشون یکیه اما اسماشون میتونه متفاوت باشه. توی موسیقی 5 تا خط وجود داره که نوت‌ها روی اونها نوشته میشن که بهش میگن 5 خط حامل. این 5 خط از پایین به بالا شمرده میشه. خط اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم. نوت‌های موسیقی میتونن روی این 5 خط قرار بگیرن، میتونن بین این 5 خط قرار بگیرن، میتونن پایین این 5 خط باشن و یا بالای این 5 خط. ما توی موسیقی کلیدهای مختلفی داریم: کلید سل، کلید فا و کلید دو. هر کدوم از این کلیدها برای سازهای خاصی استفاده میشن. کاربرد کلیدها این شکلیه. مثلا کلید سل برای ما مشخص میکنه که روی خط دوم نوتی که قرار میگیره اسمش سل هستش. اگه یک نوت بالاتر بریم بر اساس چرخه نوت ها که بلد هستیم نوت بعد از سل میشه لا. پس نوتی که بین خط دوم و سوم قرار میگیره اسمش لا هستش. به همین ترتیب نوت ها رو اگه بریم بالا نوت بعد از لا میشه سی، یعنی روی خط سوم. نوت بعد از سی میشه دو، یعنی بین خط سوم و چهارم. نوت بعدی ره و بعدی می و بعدی فا. همینطور قبل از سل هم میتونیم نوت ها رو ادامه بدیم، یعنی یه دونه پایین تر از سل میشه فا بین خط اول و دوم
و یه دونه پایین تر از فا می. کلید فا روی خط چهارم کشیده میشه و برامون مشخص میکنه که روی خط چهارم نوتی که قرار میگیره اسمش فا هستش. نوت بعد از فا سوله، پس بین خط چهارم و پنجم میشه سول، بعدی لا و بعدی سی و همینطور قبل از فا نوت می، ره و به همین ترتیب نوت‌های قبلی نوشته میشه. کلید دو میتونه جاهای مختلفی کشیده بشه، اما کلید دوی خط سوم مرسوم ترینه که به ما نشون میده نوتی که روی خط سوم قرار میگیره اسمش دو هستش. به همین ترتیب بعد از دو ره رو داریم، بعد می، بعد فا و بعد سول. نوت‌های قبل از دو هم سی اینجا قرار میگیره، لا و سول. نوت ها اشکال مختلفی دارن. به این شکل از نوت میگن گرد که تقسیم میشه به 2 تا نوت سفید. هر نوت سفید تقسیم میشه به 2 تا نوت سیاه. هر سیاه تقسیم میشه به 2 تا چنگ و هر چنگ تقسیم میشه به 2 تا دلا چنگ. همونجوری که میبینید هر سفید نصف یک گرده، یعنی 1/2. هر سیاه 1/4 یک گرده، یعنی 4 تا سیاه توی یه دونه گرد جا میشه. 8 تا چنگ توی یه دونه گرد جا میشه، پس نسبت چنگ به گرد 1/8 و دلا چنگ نسبتش به گرد 1/16. همونجوری که گفتیم نوت ها روی 5 خط حامل میتونن قرار بگیرن. سفید ها میتونه دستشون به سمت پایین باشه و یا دستشون به سمت بالا باشه، به این شکل نوشته میشه. سیاه ها هم همینطور میتونه دستشون به سمت بالا باشه یا دستشون به سمت پایین. اگه 2 تا چنگ کنار همدیگه داشته باشیم به همدیگه وصل میشن و نوشته میشن، یعنی پرچماشون به هم وصل میشه و به اون خطی که 2 تا چنگ رو به هم وصل میکنه میگن شاهین. حتی اگه 4 تا چنگ هم داشته باشیم میتونیم به وسیله شاهین به همدیگه وصل کنیم و اینجوری بنویسیمشون. توی موسیقی علاوه بر این که ما صداها رو داریم سکوتها رو هم داریم، یعنی علاوه بر این که صداها رو اجرا میکنیم باید سکوتها رو هم اجرا کنیم. هر کدوم از اشکال نوت‌ها یک شکلی برای خودشون دارن که به عنوان سکوت استفاده میشه. مثلا سکوت گرد یه خط تیره پایین خط چهارمه، سکوت سفید یه خط تیره بالای خط سوم و سکوت سیاه و چنگ و دلا چنگ هم به این شکل هستش. بعد از کلید سول 2 تا عدد روی همدیگه قرار میگیرن که بهش میگن میزان نما. این 2 تا عددی که رو هم قرار میگیرن عدد بالاییشون تعداد رو مشخص میکنه، مثلا 2 تا، 3 تا و یا 4 تا، و عدد پایینی ارزش زمانی که میتونه 2 باشه، 4 باشه، 8 باشه و یا 16 باشه. مثلا اگه نوشته باشه 2 4 عدد بالایی گفتیم تعداده، یعنی 2 تا از 4. 4 حالا نماد چیه؟ بیاین یه مرور بکنیم. گفتیم سفید 1/2 گرده، سیاه 1/4 گرد و چنگ 1/8 گرد. پس عدد پایینی یعنی نماد 2 برای سفید هستش، نماد 4 برای سیاه و نماد 8 برای چنگ. پس اینجا وقتی داریم 2 4 4 نماد سیاهه، یعنی 2 تا سیاه. حالا بیاید یه مثال بزنیم. مثلا اگه یه موسیقی داشته باشیم که 2 4 باشه، یعنی 2 تا سیاه تو هر میزان وجود داره. اگه نوشته شده باشه 4 4 یعنی 4 تا سیاه در هر میزان، یعنی این شکلی میتونه نمایش داده بشه. وقتی عدد بالایی میزان نما 2 3 و 4 باشه میزان نمامون جزو میزان نماهای ساده هستش. حالا ما به جای هر سیاه هر شکل دیگه از نوت رو میتونیم بنویسیم، یعنی مثلا میتونیم به جاش بنویسیم 2 تا چنگ، یا مثلا یه سکوت چنگ و یه چنگ، یا اصلا به جای یه دونه سیاه 4 تا دلا چنگ بذاریم. بعضی از میزان نماها عدد بالاییشون 6 9 و 12 هستش. این میزان نماها میزان نماهای ترکیبی نامیده میشن. عدد پایینیشون همون 2 4 8 و 16 میتونه باشه. مثلا فرض کنید 6 8 یعنی 6 تا نوت چنگ. میدونیم که 8 نماد چنگه.
پس ما 6 تا نوت چنگ توی هر میزان داریم. اما توی میزان نماهای ترکیبی ما هر دسته ستایی نوت ها رو یک ضرب در نظر میگیریم. یعنی هر دسته ستایی چنگ ها که با سیاه نقطه‌دار نمایش داده میشه برای ما حکم یک ضرب رو داره که این سه تا چنگ به همدیگه وصل میشن و در نهایت باید یک موسیقی 6-8 به این صورت نوشته بشه. اگه 9-8 داشته باشیم یعنی 9 تا نوت چنگ در هر میزان که هر دسته ستاییش برامون حکم یک ضرب رو داره و اینجوری نوشته میشه. توی تعریف گام اومده که ما از هر نوتی شروع بکنیم و دونه دونه نوت ها رو بریم بالا و دوباره به همون نوت برسیم تشکیل یک گام رو دادیم. حالا فاصله این نوت ها اگه به این صورتی که الان می نویسم باشه ما یک گام ماژور تشکیل دادیم و اگه فاصله نوت ها به این صورت باشه ما تشکیل یک گام مینور دادیم. حالا بیایید برای گام ماژور یه مثال حل بکنیم تا بیشتر متوجه بشیم. مثلا فرض کنید از نوت سل شروع می‌کنیم دونه دونه نوت‌ها رو می‌نویسیم تا دوباره به نوت سل برسیم. یعنی یک گام سل تشکیل میدیم. باید پرده و نیم پردهمون طبق چیزی باشه که توی الگومون گفتیم. یعنی یه پرده، نیم پرده، یه پرده وسط، دوباره یه پرده، نیم پرده. متوجه میشیم که مجبوریم نوت فا رو دیز بکنیم، یعنی نیم پرده بفرستیم جلوتر تا فاصله یک پرده‌ای بین می تا فا دیز به وجود بیاد، چون باید طبق الگومون باشه، یعنی همونی که بالا نوشتم و اینجوری فاصله فا دیز تا سل میشه نیم پرده، یعنی طبق الگومون درست میشه. پس پایینی که یه دونه فا دیز داره میشه گام سل ماژور و بالایی که از دو شروع کردیم و به دو رسیدیم و هیچ علامتی نداره میشه گام دو ماژور. حالا بیاید یه مثال برای مینورها بزنیم. مثلا از لا شروع کنیم، دونه دونه بریم بالا و دوباره به لا برسیم، یعنی گام لا رو تشکیل بدیم. اگه پرده و نیم پردهمون رو طبق الگومون بکشیم میبینیم که هیچ کدوم از نوت ها نیاز نیستش علامت خاصی بگیره. به این گام میگیم گام لا مینور و اینجوری مینویسیمش و گام بالایی که از دو شروع شده و دوباره به دو رسیده میشه دو مینور. برای اینکه آکوردها رو بتونیم بسازیم باید اینو بدونیم که آکوردها از 3 تا نوت روی هم تشکیل شده. نوت پایینی بهش میگن روت یا پایه و فاصله نوت ها از همدیگه فاصله سومه. اگه بخوایم آکورد ماژور بسازیم فاصله سوم پایینیمون یه سوم بزرگه، یعنی 2 پرده و فاصله سوم بالاییمون یه سوم کوچیکه، یعنی 1.5 پرده. مثلا از نوت دو اگه ما 2 پرده بخوایم بریم بالاتر میشه نوت می و از نوت می اگه 1.5 پرده بریم بالاتر میشه نوت سل. این میشه آکورد دو ماژور و اینجوری مینویسیمش. یه مثال دیگه حل کنیم. مثلا از پایه نوت سل 2 پرده میریم بالاتر میشه نوت سی و از سی 1.5 پرده میریم بالاتر میشه نوت ر. این میشه آکورد سل ماژور. آکوردهای مینور برعکس ماژورها هستن، یعنی سوم پایینیشون یه سوم کوچیکه یعنی 1.5 پرده و سوم بالاییشون یه سوم بزرگ یعنی 2 پرده. از پایه لا 1.5 پرده بالاتر میشه دو و 2 پرده بالاتر از دو میشه می که میشه آکورد لا مینور و اینجوری مینویسیمش. مثلا از پایه دو اگه بخوایم دو مینور بسازیم میشه می بمول و سل که میشه آکورد دو مینور.